بهترا انسان، نوشته شاهین نجفی، ویراستار نیکو نگار، تصاویر جلد علیرضا بدیعی و لیلی بازرگان، صفحه آرا توسکا جمع، چاپ اول پاریس فرانسه 2021 نشر ناکجا. جورجو آگامبن فیلسوف ایتالیایی در تاریخ 26 فوریه 2020 مقاله‌ای با عنوان وضعیت استثنایی برآمده از اضطراری برانگیخته نشده در مجله مانیفست منتشر کرد. آگامبن در این مقاله به ایده وضعیت استثنایی باز می‌گردد و در همان ابتدای شیوع کرونا توضیح می‌دهد که میل همگانی مردم به امنیت را ساخته حکومت‌ها در جهت کنترل همان مردم می‌داند. به موازات خوانش این مقاله و برای فهم بهتر آگامبن ناگزیریم نگاهی به کتاب وضعیت استثنایی او نیز بیاندازیم. آگامبن در آغاز مقاله با شتاب زدگی و نوعی ذوق زدگی وضع دانشمندی را دارد که شاهد اثبات ادعا و کشف خویش است. او سراسیمه از آشکار شدن وضعیت استثنایی تصمیمات اضطراری اتخاذ شده در برابر شیوع کرونا را شتاب زده و غیر عقلانی می‌خواند و در این راه مخاطب را به اعلامیه شورای تحقیقات ملی ایتالیا ارجاع می‌دهد. این اعلامیه میگوید هیچ نوع اپیدمی به نام کووید وجود ندارد و این عفونت در 80 تا 90% موارد یک سرماخوردگی ملایم است و در اغلب موارد به وضعیتی وخیم منجر نمی شود و تنها 4% از بیماران به درمان جدی نیاز دارند. آگامبن شتاب زده و بی توجه به تازگی شیوع ویروس اعلامیه شورای تحقیقات ایتالیا را واقعیت می نامد و بر اساس همین واقعیت پرخطا از امکان اثبات نظر خود در جهان واقع شاد می شود. اعلامیه شورای تحقیقات واقعیت است، پس چرا رسانه‌ها و مقامات این چنین وحشت و اضطراب ایجاد می کنند؟ این پرسش اشتباه در پی مقدمه ای اشتباه می آید. گویی اونن رفتار دولت‌های مضطرب و رسانه‌ها را به درستی رصد می‌کند و نه از رفتار عمومی جامعه اطلاعی دارد و به شکلی مضحک هم رأی و هم صف با گروه‌های کوچکی می‌شود که مبنای تئوری‌هایشان برای توضیح وضع سیاسی جهان کشف توطئه است. آگامبن همه چیز را فرصتی برای اثبات خویش می‌بیند. او این وضع استثنایی را دیرین می‌داند و حضور آن را در زوایای هستیمان پیامبرگونه نهیب می‌زند. اما پیامبران نزدیک به او مانند ژیژک در برابر شتاب زدگی آگامبن موضع گرفتند و تلخ‌ترین این برخوردها نوشته کوتاه ژان لوک نانسی دوست فیلسوف فرانسوی او بود. نانسی میگوید ما با نوعی استثنای ویروسی شده بیولوژیک، انفرماتیک، فرهنگی رویارو شده ایم که جهانگیر شده و همه ما را گرفتار کرده است. حکومت‌ها جز مجریان غمزده آن نیستند و تسویه حساب با آنها بیش از آنکه تأملی سیاسی باشد مانوری است برای منحرف کردن اذهان. او در انتهای این نوشته کوتاه با اشاره به خاطره ای از بیماری قلبی خود و توصیه آگامبن به نپذیرفتن توصیه پزشکان به جراحی میگوید جورجو از معدود کسانی بود که توصیه کرد به حرف آنها گوش نکنم. اگر به حرف او گوش کرده بودم احتمالاً تا حالا مرده بودم. نانسی به تجویز پزشکان گوش کرد و از مرگ نجات یافت، اما فیلسوف ایتالیایی همچنان بر سر مواضع خود می ایستد و در جواب اعتراض همکارانش دوباره وضع استثنایی را پیش می کشد.
نانسی به درستی اشاره می کند که اگر استثنایی تداوم داشته باشد قاعده می شود. در خاطره ای که نانسی از توصیه پزشکی آگامبن تعریف کرده معنای مهمی نهفته است. وقتی فیلسوف مارکسیست با توصیه های غیر مسئولانه و غیر علمیش جامعه را به سوی مرگ سوق می دهد، تنها ذهنی هوشیار می تواند در برابر وسوسه های این چنینی مقاومت کند. آگامبن فرمولی استثنایی برای توضیح سلطه و کنترل دارد و پذیرش استثناء همچون قاعده بخشی جدی از فکر او را خدشه‌دار می کند. او از اساس دیگران را به عادی جلوه دادن این وضع متهم می کند. آگامبن تمهیدات بهداشتی جهت کنترل اپیدمی را با وضع نظامی مقایسه می کند و نمی تواند میان یک وضع استثنایی یگانه و شیوع جمعی ارتباط و پیوندی بیابد. چگونه ممکن است یک نفر آن هم به کمک یک منشأ ناشناخته یک منطقه را آلوده کند؟ آگامبن این رابطه را مبهم می داند. در صورتی که حداقل در چند کشور مانند کانادا همین رابطه وضع و جمع رصد و اثبات شد. کانادایی ها دیرتر از امریکایی ها اما با سرعت و نظمی بیشتر وضع را فهمیدند و به جمع سامان دادند. کرونا مانند هر اپیدمی دیگری در یک وضع مشخص این توانایی را دارد که حتی با یک نفر مجموعه ای را آلوده و زمینگیر کند. اما فیلسوف ایتالیایی در برابر این واقعیت مقاومت می کند. این موضوع می تواند تبعات بسیار جدی و جانی برای کسانی داشته باشد که به فیلسوف گوش می سپارند و کرونا را جدی نمی گیرند و به این ترتیب نظریه پرداز وضعیت استثنایی مسئول جانهای تلف شده خواهد شد. آگامبن به محدودیت‌ها دقت می‌کند و نگران اختلال در کسب و کار مردم است و رابطه میان تهدیدات را انکار می‌کند. او اپیدمی کرونا را تا حد تئوری‌های عامیانه توطئه تقلیل می‌دهد. کرونا را با تروریسم و ضوابط امنیتی حکم شده پس از تروریسم مقایسه می کند و به این ترتیب با قیاسی اشتباه از امور واقعی نتایجی اشتباه تر می گیرد. او ظاهراً با کنترل مسئله دارد اما در واقع ذهنش قربانی تصوری از یک کنترل دیگر است و آن کنترل همه چیز به دست انسان است. او از ترس می هراسد و همین هراس او را به جبهه نگاه‌های غیر علمی پرت می کند. اپیدمی بهانه ای آرمانی برای حکومت‌ها فراهم کرده است تا با ایجاد ترس سلطه و کنترل خود را افزایش دهند. در نامه ای دیگر در پاسخ به همصنفی‌های معترضش می‌گوید جامعه‌ای که در وضعیت اضطراری همیشگی به سر می‌برد نمی‌تواند جامعه‌ای آزاد باشد. در واقع ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که آزادیش را فدای به اصطلاح مسائل امنیتی کرده است و در نتیجه خود را محکوم به زیستن در وضعیت ترس و ناامنی. او همان وضع نظامی پیشین را توضیح می دهد و این بار استدلالها را با احساسات تلفیق می کند و ویروس را دشمنی نامرئی می نامد که در درون ماست. آگامبن بیش از این که نگران وضع موجود باشد نگران آینده است و این قضیه ترسهای او را بسیار قابل فهمتر می کند. او نگران کلاس‌های آنلاین و تعطیلی دانشگاه‌ها و از رونق افتادن ملاقات‌ها و جلسه‌های سیاسی و فرهنگی است.
او می‌داند و ما نیز می‌دانیم که اپیدمی بهانه است تا او همانند سرخپوستی نیزه به دست در برابر ماشین عظیم تکنولوژی نعره بردارد و حریف بطلبد، یا همانند پیامبری پیشگویانه از وقوع سیل تکنولوژی منحوس سخن بگوید و به مردم نهیب بزند که می‌خواهند ماشین را جایگزین هر ارتباطی بین انسان‌ها کنند. وضعیت استثنایی آگامبن جلد دوم از مجموعه هوموساکر است. نگاه به آگامبن و وضعیت استثنایی او ما را متوجه وضعی می کند که در واقع در آن استثنایی وجود ندارد، بلکه ضرورتها آن را به قاعده و نظم عمومی و خواستی همگانی تبدیل می کنند. آگامبن تلاش می کند وضع زندگی انسان را در میان جدال حقوق عمومی و قدرت سیاسی توضیح دهد. فشرده شدن و استحاله و محدودیت‌های هستی انسان در دستان قانون یا به قول او زور قانون. دستاورد آگامبن در نهایت شرح این وضع است که آنچه به عنوان مجموعه ای از قواعد زندگی واقعی انسان را تعیین می کند صرفاً قواعدی عادی نیست، بلکه ناشی از وضعی استثنایی است که قانون به آن مشروعیت همگانی داده. قانون در واقع امکانی است برای توجیه وضع موجود و می تواند تبدیل به سیستمی شود برای حذف کسی که با آن هماهنگ نیست. از یاد نباید برد که آگامبن درباره غرب سخن میگوید و نقد او در ابتدا نقد جهان غرب است و تطبیق این تحلیل ها با جغرافیای دیگر شیوه های دیگر میطلبد. اینکه این فرمول نهایی بتواند شرایط عمومی همه حکومت ها را توضیح دهد چندان عقلانی جلوه نمی کند، اما این جذاب است که دست کم میتواند ما را متوجه رفتار عمومی بخشی از حکومت‌های غربی کند. در این رفتار امنیت شهروند بهانه‌ای می‌شود برای کنترل بخشی یا همه زوایای هستی انسان شهروند و در ادامه این کنترل تعیین کننده شیوه‌های زندگی و کلیت هستی انسان خواهد بود. به این ترتیب فهم ترا انسان یعنی موضوع اساسی این کتاب خارج از بحث وضع استثنایی نیست. شهروند امروز از خود میپرسد این اندازه کنترل و دخالت سیستم ها در زندگی انسان تا کجا پیش خواهد رفت و در انتها چه چیزی از انسان و حریم خصوصی او باقی میماند؟ آیا این کنترل و امنیت موجب به خطر افتادن ذهن هوشیار و خودآگاه انسان می شود؟ اگر می شود چه باید کرد هایی پیش روی انسان قرار خواهد گرفت؟ ترس تضمین کننده کنترلی است که حکومت به بهانه ایجاد امنیت، اینجا بخوانیم بقا، سلطه خیش را با آن توجیه می کند. 473 سال پیش از تولد آگامبن در 300 کیلومتری زادگاه او روم یعنی در شهر فلورانس اندیشمندی زاده شد که سیاست را یک بار دیگر پس از ارسطو اما این بار با دقت و بیرحمانه از آسمان به زمین آورد. نام هموطن آگامبن نیکولو ماکیاولی بود. ماکیاولی قطعاً بیش از آگامبن در جهان اندیشه و خصوصاً سیاست مشهور و اثرگذار بود و هست، اما جدای از این در برخورد با سیاست نیز آنچه ماکیاولی را یگانه می کند نگاه واقع‌گرا، فایده نگر و کاربردی او بود. جمله هدف وسیله را توجیه می کند که عوام به زشتی از آن یاد می کنند یکی از کاربردی ترین دستاوردهای سیاست بوده و هست. هدف سیاست ساماندهی و حفظ اجتماع سیاسی با روش‌هایی است که مردم به عنوان کاربران واقعی سیاست
آنها را بپذیرند و سیاست بر اساسشان به درستی و سلامت کار کند. این روش‌ها اگر در تضاد با منافع عمومی اجتماع سیاسی باشند، به خودی خود وسایل خوبی برای کاربردهای سیاسی نیستند. پس در نهایت همه وسایل در خدمت هدف نهایی اند، یعنی سیاست و اجتماع. پایداری چنین اجتماعی تنها به واسطه آزادی شهروندان آن ممکن می شود، چرا که تنها شهروند آزاد سیاسی می تواند در سیاست شراکت داشته باشد و اگر حاکم یا حکومت به این شراکت صدمه بزند یا آن را مختل کند، همانجا در ضدیت با هدف اساسی قرار می‌گیرد. اما مگر آگامبن چیزی جز این می‌خواهد؟ او حتی به شراکت سیاسی شهروند به واسطه انتخابات مقطعی نیز معترض است و آن را کافی نمی‌داند. او به طعنه چنان که در پیشگفتار فارسی وضعیت استثنایی آمده، بیگانه سازی و دشمن سازی روشمند در نازیسم را به روش‌های دولت در جهان جدید مربوط می کند، البته با احتیاط. آگامبن می داند که شهروند امروزی بیش از گذشته در معرض بمباران اطلاعاتی شایعات و خبرهای تحقیق نشده رسانه‌ها است و جریان‌های تعیین کننده احساساتش را به راحتی کنترل و هدایت می کنند. شهروند آنچه را می‌بیند و می‌شنود حقیقت و یقین می‌پندارد و بر اساس آن ناگهان تبدیل به یک بیگانه هراس خواهد شد و تحمل دیگری را از دست می‌دهد. گویا وقتی دیگری حضور دارد، امنیت شهروند بومی به خطر می‌افتد و حضور بیگانه به تهدیدی بالقوه برای او بدل می‌شود. شهروند بومی منتظر کوچکترین خطا از بیگانه تازه وارد است تا او را متهم کند و سپس مجرم بشناسد. در چنین وضعی دیگری متهم است مگر اینکه خلافش ثابت شود. پس دولت برای تثبیت خویش در رابطه‌ای متقابل به ترس‌های شهروند دامن می‌زند و آن ترس‌ها را دائمی می‌کند. مسئله این نیست که سیاست از ذهن شهروند زدوده می شود. نه، مسئله این است که ذهن او به سمتی مشخص از سیاست از پیش تعیین شده هدایت می شود. آگامبن در ابتدای کتاب به این حکم باستانی که اضطرار قانون ندارد اشاره می کند و ما را با این پرسش حقوقی روبرو می کند. آیا قانون اضطرار دارد و آیا این اضطرار می تواند وضعیتی استثنایی بیافریند؟ در پی بحران‌های سیاسی مانند جنگ داخلی، شورش‌ها و مقاومت‌ها، مرز میان حقوق و سیاست نادقیق و نامشخص می شود و فهم این وضع به کمک اصول حقوقی و قانون اساسی ناممکن و فقط با خود سیاست ممکن می شود. پس قانون در این وضعیت استثنایی از سوی معلق می شود و از سوی دیگر شهروند سیاسی به همان قانون تعلیق شده ارجاع داده می شود. تمام تلاش آگامبن در وضعیت استثنایی به زعم خودش بررسی همین برزخ بین حقوق عمومی و واقعیت سیاسی است. از خلال بررسی این برزخ میان امر سیاسی و امر حقوقی، آگامبن به پرسش اساسی و دیرین سیاست غرب باز می‌گردد: معنای کنش سیاسی چیست؟ آگامبن ابتدا فاصله تعیین ناپذیر میان دموکراسی و استبداد را با فرض استحاله قانون اساسی و از طرح نمونه آن در قرن 20 توضیح می دهد، یعنی قدرتیابی هیتلر. حذف رقبای دیگر از سوی حزب نازی و تعلیق آزادی‌های فردی در زمان رایش سوم با فرمان حمایت از دولت.
از آن زمان به بعد ایجاد دلبخواهی وضعیت اضطراری دائمی به یکی از رویه‌های اصلی دولت‌های معاصر از جمله دول به اصطلاح دموکراتیک بدل شده است. با مثال‌هایی از تاریخ امریکا این وضعیت استثنایی به منزله حکم تعلیق نظام حقوقی است و حدود مفهوم قانون را تعریف می‌کند. در وضع استثنایی حکومت نیازمند اختیارات کامل یا تام است و این اختیارات ناشی از وضع طبیعی و تمایز نیافته در تحلیلی شرعی است که در آن نیروهای خداوند کامل و یکپارچه اند. این یکپارچگی آسمانی در تضاد با خلأ زمینی است. هر شکلی از تفکیک در نیروی آسمانی موجب برهم خوردن قدرت یکپارچه و قدرت متمرکز خدایگانی می شود. نیروی خدایی خود قانونگذار، مجری و قاضی است. پس هر شکلی از دیکتاتوری سیاسی باید به مراتب از این منطق یکپارچه قدسی پیروی کرده و قوای بظاهر مجزای خود را در بزنگاه یکپارچه کرده و به واسطه کلیدواژه امنیت وضعی تعلیقی به وجود بیاورد. پس نیروهای متحد و یکپارچه حکومت شمایل خداوند را پیدا می کنند و نیروهای متضاد و ناهماهنگ با این قدرت یکپارچه در خلأ معلق میمانند و ضد امنیت قدسی و یکپارچگی آن تعریف می شوند. قاعدتاً قرار ما نه بررسی صرف نوشته آگامبن بلکه ایجاد کانالی از توضیح او درباره این خلأ یا برزخ و در نهایت رسیدن به طرح تراانسان است. آگامبن مانند بسیاری از اندیشمندان چپ تنها درگیر تاریخ و گذشته نیست بلکه آینده را نیز با شرح وضع حال پیش بینی می کند و اساساً نگرانی‌هایش بیشتر درباره آینده است. این آینده چیزی جز استمرار وضع‌های استثنایی نیست. شرح دوگانه عالم علیا و سفلا در منطق خدایگانی دولت ملت چیزی جز بیان نگرانی از فاصله حکومت کنترل کننده و مردم کنترل شونده نیست. هر جا سخن از تراانسان به میان بیاید این پرسش درباره چیستی و طبعاً چگونگی آن ما را به تکنولوژی میرساند، زیرا تراانسان بیش از اینکه نتیجه کار و فعالیت انسان باشد زاییده تکنولوژی است. آگامبن در رد وضع استثنایی و در فهم تبعات و خطرات آن از تعارض آن با قوانین اساسی دموکراتیک میگوید. اما اگر به این نتیجه برسیم که اساساً منطق تکنولوژی برای آنچه ما دموکراتیک مینامیم اعتباری قائل نیست، نگرانی بیشتر نیز خواهد شد، زیرا تکنولوژی تمامی عرصه ها را بدل به فضاهای یگانه و استثنایی می کند که موقتی و احتمالی اند. پس از این جهت که یگانه اند باید دارای توازن قوا باشند و چون توازن قوا دارند به آنچه امروز ما دموکراتیک می‌خوانیم نزدیکند. اما آنچه در توازن با کلیت نباشد خود به خود پس زده می شود و از این جهت به دیکتاتوری خدایگانی نزدیک می شوند. تراانسان نمی تواند غایت باشد بلکه واسطی میان انسان و موجود پس از خویش است. رومی ها در سیاست منصبی موقتی با عنوان اینترکس داشتند. واژه اینترکس ترکیبی از میان و پادشاه بود و در غیاب حاکم در جابجایی قدرت پیوستگی نظام را تضمین می کرد. این معرفی مفید را در پاورقی وضعیت استثنایی می خوانیم و به واسطه آن صریحاً متوجه وضع ناپایدار تراانسان می شویم. مگر نه اینکه این تعلیق هم ناشی از بحران است و هم بحرانزا.
مگر نه اینکه این بلا تکلیفی در تعلیق معنا می شود. پس بلا تکلیفی هم می تواند ناشی از تعلیق و هم منشأ تعلیق باشد. وضع معلق در بلا تکلیفی خود ضرورت تکلیفمندی را به وجود می آورد. یعنی دقیقاً در موقعیتی که توان تصمیم گیری و اقدام از دست می رود، ضرورت تصمیم و اقدام جدی‌تر می شود. در غیاب موجودی که حاضر و هوشیار به تصمیم و اقدام است، موجودی که نه تنها به حضور خود واقف است، بلکه مسلط بر این حضور است و کنش‌هایش هوشمند و در لحظه ظهور موجودی برتر ضروری و حضورش تکلیف است. برآمدن و شکوفایی موجود برتر و استثنایی تنها از دل اوضاع استثنایی ممکن است. وضع استثنایی ناشی از وضعیت‌های اضطراری است و این وضع‌های اضطراری در و با شرایط تعلیقی ظهور می‌کنند. اما این به معنی ناتوانی وضع اضطراری از ساخت قوانین مربوط به خود نیست. پس بیهوده نیست که آگامبن مدام به این حکم باستانی اضطرار قانون نمی شناسد یا اضطرار قانون خود را می آفریند اشاره می کند و می داند چنین خواستی از دل وضع استثنایی برمی آید. پس برآمدن ترا انسان در وضع استثنایی مربوط به خویش قوانین خود را تعریف می کند و این تعریف در ضدیت با بلا تکلیفی است. ترا انسان گستره‌ای وسیع از پایداری است، اما همچنان میل به سوی ناپایداری و آزادی دارد. او باز هم با واژه شکافی آگامبن یک مدافع مشروع از خویش است. دفاع مشروع او از خویش در برابر هر آنچه در ضدیت با بقای او باشد ویرانگر و موجب استحاله خواهد بود. ترا انسان حذف نمی کند بلکه از آن خود می کند. پس نابودی دیگری هدف او نیست بلکه از آن خود کردن مسئله اوست. ترا انسان هم ناشی از تداوم وضعی استثنایی است و هم خود وضعی جدید را می آفریند و به این ناپایداری دامن می زند.